به نام خدا، خدمت همه اشتراک کنندان دور سوی محکمه جزای بین الملل در مرکز و ولایت، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سابق میگفتن در افغانستان که بوسه از پیغام نمیشه، اما کم کم ما با توجه به امکاناتی که فعلا وجود داره ما کم کم این کار را عملی میسازیم. البته اونطور نیست. برنامه که امروز ما میخوایم خدمت شما عرض کنم و برای کارهای رقابت های ملی محکمه تمثیلی جزای بین الملل که در پیش داریم عبارت از معرفی منابع حقوق جزای بین الملل و مخصوص قضیه‌ای که ما قرار است روش کار کنیم. دوستان عزیز، ما میتونیم منابع را به دو دسته تقسیم کنیم، یکی منابع اصلی و منابع فرعی. منابع اصلی بر اساس ماده 21 اساسنامه روم ذکر شده که در اونجا تذکر رفته با عنوان منابع دست اول ما میتونیم در مسائل نوشتن صورت دعوا، دفع دعوا و دفاع متضرر از اون منابع استفاده نماییم. همچنین منابع کمکی ما را کمک میکنه تا ما بتانیم در صورتی که دلایل و شواهد مشخصی ما از منابع دست اول پیدا نتانیم، از منابع دست دوم استفاده میکنیم تا بتانیم طرف مقابل که قضات محترم باشه، چی در جایگاه سارنوال، چی در جایگاه وکیل مدافع و چی در جایگاه وکیل متضرر، اما صورت دعوا، دفع دعوا و دفاعی خود را بیان بکنیم. مطابق ماده 21 اساسنامه روم در اونجا تذکر رفته که ما خود اساسنامه به گونه رفتار کرده و رویکرد را در پیش روی گرفته است که منابع را در اول به دو دسته تقسیم کرده: منابع درجه اول و منابع درجه دوم. مطابق ماده 21 اساسنامه روم، منابع درجه اول عبارت است از اساسنامه روم، سند عناصر جرم و اصول محاکمات. یعنی بر اساس باور و عقیده بنیانگذاران اساسنامه روم یا تصویب کنندگان اساسنامه روم، ما منبع درجه اول در قضایایی که در پیشگاه محکمه جزای بین الملل مطرح میشه، ما باید در اول و به عنوان منابع اولی این سه منبع را مورد استفاده قرار بدیم که عبارت است از اساسنامه روم. اساسنامه روم منبع اولی و اصلی ما در قضای است. اگر چنانچه ما بیاییم روی یک قضیه تحقیق میکنیم یا صورت دعوا منویسیم یا دفع دعوا و یا دفاع متضرر را منویسیم، باید در قدم اول تمام تلاش و کوشش ما باشه که استنباط و استدلال خود را بر اساس اساسنامه روم بیان کنیم. و سند دیگر در همین قطار اساسنامه روم قرار داره که عبارت از سند عناصر جرم است. ما مشخصا در اساسنامه روم 4 تا جرم را داریم که با عنوان جرم قابل رسیدگی در محکمه جزای بین الملل بیان شده است و یکی از اون سند عناصر آمده است همین 4 جرم را، عناصر این 4 جرم را توضیح داده است. یعنی نسبت به اساسنامه توضیح بیشتری به عناصر جرم این سند عناصر جرم داده است. و سند سومی که برای ما در مرحله اول بر اساس ماده 21 اساسنامه ضرور است، اصول محاکمات است. یعنی اصولی که محکمه جزای بین الملل طبق او رفتار میکند. اگر ما قضیه را در پیشگاه محکمه جزای بین الملل مطرح میکنیم و او باید و شاید و 100% مطابق اصول محاکمات باشه که به تصویب مجمع عمومی کشورهای عضو اساسنامه روم رسیده است. این بر اساس ماده 21 درجه اول، این سند درجه اول برای استفاده اساسنامه روم، سند عناصر جرم و اصول محاکمات جزای بین الملل بود. و مطابق ماده 21 سند درجه دوم یا اسنادی که ما میتونیم در مرحله دوم برای قضایا از او استفاده کنیم در سنت مناسبات، معاهدات بین المللی است، اصول و مقررات بین المللی است. معاهدات بین المللی اون معاهدات را میگوید که کشورها آمدن او را به تصویب رساندند و اصول و مقررات بین المللی هم اصول و مقررات است که تقریبا از نظر همه کشورها او لازم الاجرا است. معاهداتی که مشخصا بین المللی هست و ما میتونیم در این قضیه خود از او استفاده بکنیم عبارت است از الف:
کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی 1949. این کنوانسیون در واقع اگر ما ترجمه فارسیش رو بگیریم میشه معاهده، یعنی چندین کشور آمدن و یک سند را به امضا رساندن. عنوانش است منع و مجازات نسل کشی. قضیه فعلی که ما کار میکنیم هم دقیقا درباره نسل کشی است و این سند، یک کنوانسیون ما را در این قسمت زیاد کمک میکنه، به خاطر که تعریف نسل کشی و جرایم مرتبط با نسل کشی مثل تحریک به نسل کشی، اشتراک در نسل کشی و معاونت در نسل کشی به خوبی و درستی در این کنوانسیون تعریف شده است و همچنین وظایفی که کشورهای طرف این کنوانسیون داره هم در این کنوانسیون بیان شده و دوستان میتونن در صورتی که از اساسنامه نتونن مواد را پیدا کنند در درجه دوم باید به این کنوانسیون مراجعه کنند تا بتونن مواد مورد نیاز قضیه و استدلال خود را پیدا بکنند. و در قسمت سند درجه دوم که ما میتونیم بیان کنیم عبارت است از کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی. در این کنوانسیون میتونه با عنوان منبع درجه دوم البته جز منابع اصلی برای محصلین و اشتراک کنندگان این دور بدت بخوره و کار بیاید، به خاطر از اینکه در اینجا در قضیه ما میبینیم که بعضی از حقوق مدنی و سیاسی بعضی از اقوام در اونجا رعایت نشده و پامال شده و بر اساس از او ما میتونیم استدلال کنیم. سند دیگری که میتونه برای ما مفید و کمک کننده واقع شود عبارت است از کنوانسیون حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 1966. یک کنوانسیون هم یک سلسله حقوق را برای هر فرد به عنوان بشر مد نظر گرفته که عبارت است از حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و میتونه در این قضیه ما به خوبی مورد استفاده قرار بگیره و محصلین چی کسی که در نقش سارنوال است و چی کسی که در نقش وکیل مدافع است و چی کسی که در نقش وکیل متضرر است از این کنوانسیون از موادش برای استدلال و قناعت قاضی ها استفاده بکنه. و همچنین جز منابع دست اول که ما میتونیم بر اساس ماده 21 برای شما ذکر کنیم از عبارت است از کنوانسیون جرایم سایبری 2001. این کنوانسیون در 2001 از طرف شورای اروپا به تصویب رسیده و در این جرایم سایبری به صورت عمومی تعریف شده و انواع جرایم سایبری بیان شده و چون در این قضیه ما بحثی است که تحریک به نسل کشی از طریق فضای مجازی صورت گرفته و این میتونه این کنوانسیون برای شما مفید واقع شد تا بتانید استدلال خود را بر اساس ازی بیان بکنید و قاضی را بر اساس موادی که در ازی کنوانسیون آمده قناعت بتین. و همچنین در جزء منابع دست اول بر اساس ماده 21 ما میتوانیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 را بیان کنیم. 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام حقوق لازم الاجرا و طبیعی و ذاتی بشر را بیان کرده، یعنی هر بشر در از او حق داره که از تمام حق و حقوقی که برای هر بشر به عنوان بشر ذکر شده بهره ببره و هیچ کس حق نداره که او حق را از او بگیره. به طور مثال اگر ما از نگاه وکیل مدافع در قضیه سعی کنیم، آقای کسی که متهم قضیه است میتونه استدلال کنه که من حق آزادی بیان داشتم تا آمدم چنین شبکه را انداختم و مردم حق داشت از این استفاده بکنه. و همچنین سارنوال میتونه بر اساس این اعلامیه جهانی حقوق بشر بعضی موادش استدلال بکنه که تعداد از انسان‌ها اینجا جانش و حیاتش از دست داده و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد لازم الاجرا برای همه هست و ما نباید از او تخطی بکنیم. و اینجا چنان که فضای مجازی و شبکه اجتماعی که متهم را انداخته این باعث شده که یک تعداد مردم از این سوء استفاده بکنه و بتانه یک حمله و تحریک به نسل کشی را علیه یک قوم خاصی را بندازه و در نتیجه او قوم توسط حملات از بین بره و این میتونه که برای سارنوال یک منبع و سند خوبی باشه که حفظ حق حیات مردم بر اساس این فضای مجازی که متهم ایجاد کرده بود از بین رفته، ما حفظ نتانستیم و میتونه اینجا مورد استفاده قرار بگیره. و همچنین بر اساس ماده 21 اساسنامه قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه برای اینا مفید واقع شود.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد وقتی که اوضاع جهان از نظر امنیتی و صلح مورد تشویش و تعرض قرار میگیره، بین خود جمع میشه و یک شورا و یک جلسات جدی را راه میندازه و اگر موفق شد قطعنامه های را که مرتبط با یک موضوع خاص باشه اینها اعلان میکنه و امضا میکنه و به تصویب میرسانه. به طور نمونه ما میتونیم مثلا از قطعنامه هایی که شورای امنیت راجع به موضوعات جهانی و مشخصا راجع به برگزاری محاکم بین المللی صادر کرده عبارت از این که تشکیل محکمه بین المللی رواندا، تشکیل محکمه بین المللی یوگسلاویای سابق است. اینها تمام مبنای تشکیل این محاکم فقط همون قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. ما میتونیم در اینترنت تحقیق بکنیم و این قطعنامه ها را بیابیم که مرتبط به جرم نسل کشی باشد. و علاوه باید یادآوری کنیم که سند دیگری که ما رو میتونه در این قضیه کمک کنه منشور ملل متحد است. شما میدانید که چندین کشور جمع شد و یک اساسنامه را برای تشکیل سازمان ملل متحد به تصویب رساند و امضا کرد که امروزه اکثریت کشور جهان عضو سازمان ملل متحد است. بنابراین این منشوری که سازمان ملل متحد بر اساس از او عمل میکنه و برای حفظ امنیت و صلح جهانی کوشش و تلاش میکند، اساس کار سازمان ملل متحد را همین منشور سازمان ملل متحد تشکیل میده. و برای شما هم برای این که استدلال بکنید قضیه خود را که آیا امنیت کشورهای جهان یا به طور کل جهان با واسطه ارتکاب این جرم از بین رفته یا نرفته، شما میتونید به این منشور استدلال و استناد بکنید و میتواند جزء منابع اصلی شما قرار داشته باشد. منشور سازمان ملل متحد تا کنون منابعی را که خدمت محصلین عزیز ما بحث کردیم منابع اصلی بود بر اساس ماده 21 اساسنامه روم و حالا یک سلسله منابع را بیان میکنیم که در صورت کافی نبودن منابع دست اول شما میتونید از اونها کمک بگیرین و برای قوی ساختن استدلالتان از اونها استفاده بکنین. اولین منبع کمکی که جزء منابع کمکی به حساب میاد عبارت است از احکام صادر شده محاکم جزای بین الملل در مورد جرم نسل کشی. محاکم جزای بین الملل چندین محکمه ای که تشکیل شده و اونها قطعا در مورد جرم نسل کشی حکم را صادر کرده. اما حکم را که اونها صادر کرده با عنوان رأی یا حکم محکمه شناخته میشه که ما میتونیم اون را با عنوان یک منبع کمکی استفاده بکنیم. این محاکم جزای بین الملل چند تا محکمه است. الف، محکمه بین المللی جزایی با آدرس www.icc_cpi.int.com. خب اگرچه شما میتونید در گوگل که محکمه جزای بین الملل بنویسید قطعا این سایت هم برای شما میاد. این محکمه یکی دو تا قضیه راجع به نسل کشی داره که شما او قضایا را خوانده و میتونید با استفاده از او قضایا و شباهت هایی که بین قضیه شما داره بر اساس او استدلال کنید. و دومین محکمه محکمه یوگسلاویای سابق است. شما میدانید که در جنگی که بین یوگسلاویای سابق و جنگی که در یوگسلاویای سابق بین مسلمان ها و سرب ها اتفاق افتاد، تعداد کثیر از مسلمان ها توسط سرب ها کشته شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به او قضایای جرمی یک محکمه بین المللی تشکیل داد به نام محکمه یوگسلاویای سابق. چرا سابق؟ به خاطر فعلا یوگسلاویای سابق به دو بخش تقسیم شد. بخش صربستان که اکثرا از مسیحی است و بخش هم بوسنی هرزگوین که مسلمان است و در اونجا برای رسیدگی به قضایای جرمی که در واقعات یوگسلاویای سابق اتفاق افتاده بود از کشتار مسلمانان، شورای امنیت سازمان ملل متحد یک محکمه را تشکیل داد به نام محکمه یوگسلاویای سابق و با آدرس www.icty.org قابل دسترسی است و حکمی که محکمه برای مجرمین قضایای اتفاق افتاده در یوگسلاویای سابق اجرا کرده قابل دسترسی است. در حدود 160 قضیه رسیدگی شده و 7 تا 8 قضیه هم در مورد نسل کشی است. و محکمه دیگه ای که میتونه به عنوان یک رأی منبع کمکی محکمه بین المللی جزایی رواندا است. در این محکمه در سال 1994 که تشکیل شد و هم از طرف شورای امنیت تشکیل شد با آدرس www.ictr.com
قابل دسترسی است. البته یک نکته رو ما میخوایم در اینجا ذکر شده و برای شما ذکر کنیم که فعلا شما نمیتونید مشخصا با دقیق با همین آدرس محکمه رواندا و اسنادی که در اونجا اپلود شده پیدا بکنید، به دلیل اینکه فعلا این محکمه بسته شده و به قضایای مورد نظر شورای امنیت رسیدگی شده. فعلا وقت شما ای را باز کنید این سایت محکمه رواندا را، شما فورا شما را لینک میته به سایت شورای امنیت سازمان ملل متحد و از اون میتونید استفاده بکنید. احکامی که راجع به قضایای اتفاق افتاده در رواندا میتونید استفاده کنید به عنوان تایید استدلال های شما و به عنوان یک منبع کمکی میتونید در سایت شورای امنیت سازمان ملل متحد را پیدا بکنید. و مشخصا یک نکته ای که ما میتونم خدمت شما مسئولین عزیز عرض بکنم، یک قضیه است به نام جان پیل اکایسو. یا آقای اکایسو شهردار گیگالی پایتخت رواندا بوده. در هنگام جنگ که حدود 500 تا 600 هزار نفر از شهروندان رواندا کشته شده و این آدم امو وظیفه‌اش که ممانعت از کشتار آنها بوده انجام نداده. به اون عنوان این آدم متهم به نسل کشی شده در این محکمه رواندا و محکوم به مجازات شده و برای شما هم خیلی کمک میکنه، به خاطر از اینکه قضیه شما هم قضیه نسل کشی است و همچنین قضیه‌ای که وجود داره و قضیه راجع به ترک فعل است و شما میتونید از اون استفاده بکنید. و علاوه شما میتونید از احکامی که صادر شده در محکمه مختلط کامبوج، شما میدانید که در کشور آسیایی کامبوج یا کامبودیا 2 تا 3 تا از فرماندهان خمرهای سرخ در حدود 700-800 هزار نفر از مردمان کامبوج را به قتل رساندند و شورای امنیت سازمان ملل متحد یک محکمه را تشکیل دادند مختلط با کشور کامبوج تا این افراد را که جرایم را انجام داده، جرایم بین المللی را مورد محاکمه قرار بده و 3 تن از فرمانده های خبرهای سرخ در این محکمه به مجازات محکوم به مجازات شده و همچنین محکوم به مجازات به جرم نسل کشی و این میتونه احکام صادر شده برای فهم بیشتر و برای استدلال خوبتر برای شما کمک کنه تا از او احکام صادر شده توسط محکمه مختلط کامبوج شما استفاده بکنید و بتونید که همو استدلال های خود را قوی و قوی تر بسازید تا مورد قناعت قاضیا و هیئت قضایی قرار بگیره برای دفاع و یا صورت دعوا یا دفاعی متهم. و همچنین برای منابع کمکی ما میتونیم عرض کنیم کتاب ها و مقالاتی نوشته شده در مورد حقوق جزای بین الملل. شما اگر در سایت ها و در گوگل بیاین تحقیق کنید راجع به حقوق جزای بین الملل یا مشخصا راجع به جرم نسل کشی، شما میتونید مقالات و کتاب های زیاد را پیدا بکنید که در این مورد نوشته شده. مشخصا در جرم نسل کشی درباره عناصر جرایم، راجع به تشکیل محکمه جزای بین الملل، راجع به قضایای اتفاق افتاده. اصلا شما اگر بخواید که درباره محکمه مختلط کامبوج هم تحقیق کنید در گوگل بنویسید احکام صادره توسط محکمه مختلط کامبوج، شما یک دنیا مطالب کتاب ها مقالات در این مورد پیدا میتونید که اینها میتونه اما دید شما را نسبت به قضیه بسیار روشن بسازه و شما بتونید از او کمک بگیرید. و همچنین منبع دیگری که به عنوان منبع کمکی برای شما میتونه ممد واقع شود و بتونه مشکلات شما را راجع به نوشتن صورت دعوا، دفع دعوا، دفاعی متضرر کمک کنه. کتاب ها و مقالات نوشته شده در مورد نسل کشی به زبان فارسی تحت عنوان حقوق کیفری بین المللی است. مشخصا در افغانستان ما متاسفانه تولید مواد علمی بسیار کم داریم و برای که بتانیم یک موضوع را تحقیق کنیم ناچار هستیم از منابعی که توسط ایرانی ها یا نوشته شده و یا از منابع فرانسوی و انگلیسی ترجمه شده از او استفاده بکنیم. شما میتونید مقاله تحت عنوان حقوق کیفری بین المللی یا کتاب و یا نوشته دیگر همچنین در سایت ها پیدا بکنید و همچنین میتونید مثلا در کتابخانه ها و کتاب فروشی هایی که دانشگاه ها داره یا در بازار وجود داره، شما میتونید تحت از عنوان حقوق کیفری بین المللی، چون ایرانی ها میگه حقوق کیفری بین المللی، ما میگیم حقوق جزای بین المللی. یک تفاوت داره، کیفری و جزایی جابجا شده، در ما آمده جزایی شده و در اونها آمده کیفری شده. شما میتونید به خاطر که بیشترین آثار در از این مورد از طرف ایرانی ها به ما آمده و اونا امو اصطلاحاتی که در
حقوق خودشان رواج داره او را استفاده کرده، شما نگران از این موضوع نباشید که اینجا کیفری است و جزایی نیست. فرق نمیکنه، کیفری معنایش همون جزایی است و شما میتونید از کتاب یا مقالات برای استدلال هایتان استفاده بکنید. یک سایت هست که ایرانی ها در او زیاد مقالات را اپلود میکنه به نام پرتال جامعه علوم انسانی. شما در گوگل صرف بنویسید پرتال جامعه علوم انسانی، آدرس از سایت می آید و مشخصا در مورد جرم نسل‌کشی اگر بزنید باز مقالات مشخص برای شما می که برای شما مورد استفاده است و شما میتونید از اون مقالات و از اون تحلیل ها و تک تک مواد اساسنامه ICC، سند عناصر جرم و اصول محاکمات جزایی که در محکمه جزای بین‌الملل مورد عمل قرار می گیرد در هزو مقالات آمده و قطعا مقالات هر دانشمند از یک زاویه خاصی دانشمند ایرانی دیده و یا یک دانشمند ایرانی آمده مقاله را از زبان خارجی ترجمه کرده، یا از فرانسوی یا از انگلیسی و در از سایت مانده شده و این شما را بسیار کمک میکند. و نهایتا شما میتونید که درباره نسل کشی در سایت های مختلف تحقیق شود. شما اگر جنوساید نوشته کنید خیلی مطالب میاد. مشخصا اگر جنوساید نوشته کنید، یک موزیم است در واشنگتن به نام هولوکاست موزیم، یعنی تمام آثار، مقالات، کتاب ها درباره نسل کشی یهودی ها که توسط هتلر صورت گرفته شما در اونجا پیدا میتونید به زبان انگلیسی. و همچنین شما مشخصا اگر نوشته کنین چیزی را درباره نسل کشی، مشخصا بدونی که در سایت پرتال جامعه علوم انسانی یا نورمکس یا سایر سایت ها بروید، شما میتونید مثلا مطالب زیاد را درباره نسل کشی پیدا بکنید و این میتونه شما را در مجموع کمک بکنه برای از اینکه شما بتونید استدلال هایتان را به خوبی و به صورت علمی و منطقی تحقیق بکنید و در پیشگاه محکمه او را مطرح بکنید. خب دوستان عزیز، این مجموعه منابعی بود که ما به دو دسته تقسیم کردیم، یکی منابع اصلی و یک منابع کمکی. منابع اصلی مطابق ماده 21 اساسنامه روم که شما میتونستید او را خودتان بخوانید و چیزی را که ما در یادداشت های ما بود و ما دسترسی داشتیم برای شما بیان کردیم و این نکته را باید خدمت شما عرض کنیم که هیچگاه منابع منحصر به او چیزی نیست که ما در اینجا برای شما بیان کردیم. جوینده یابنده است و شما تحقیق بکنید، مسلمه و ما باور دارم که شما بهتر و بهترتر از این منابع را پیدا میکنید. این صرف به خاطر یک راهنمایی و کمکی بود که ما توسط نهاد محترم روشنا در خدمت شما بودیم و باز هم اگر شما راجع به اینا معلومات خاصی کار داشتین، ما میتونیم از طریق روشنا اینها را با شما کمک و همکاری کنیم. و همچنین در آخر میتونیم یک خوشخبری دیگه هم بدیم که از ماده 333 الی 349 4 تا جرم بین‌المللی در کد جزای افغانستان جرم‌نگاری شده و افغانستان را این جرایم بین‌المللی به عنوان جرم شناخته و خوشبختانه از طرف اشیا فاوندیشن همین مواد و کل کد جزا شرح و تفسیر شده و شما میتونید مشخصا ماده 333 و 334 را با تفسیر در شرح کد جزا پیدا بکنید و میتونید برای فهم و درک شما نسبت به جرم و همچنین به استدلال شما بسیار کمک کند. شاد و موفق و سرفراز باشید.